آقایان و خانوم هایی که اینجا حضور دارید دقیقاً مثل این کودک که هیچ منطقی در ذهنش وجود نداره، هیچ ترسی در ذهنش وجود نداره مگر اینکه مامانش ترسونده باشدش نره جلو، داره صحبت میکنه هر سال مزاحمش نشو، وگرنه بی پروا، بی ترس، بی منطق، به قول ما بی عقل. من اگر بی عقلی اینه که برسم به رویام، من بی عقل ترین میخوام باشم. اگر مسلمون بودن به فقیر بودن، من مسلمان نیستم. عزیز من، کلمه مسلمون رو باید برای تو معنی کنن. مسلمان یعنی سالم، یعنی تسلیم. مسلمان بودن یه فرقه خاص نیست، یه گروه خاص نیست که فقط این مسلمان ها میروند به آن بهشت. نه، مسلمان بودن یعنی من انسان سالمی هستم، من تسلیم قوانین جهان هستی هستم. تمام شد رفت. حالا با پای راستم میخوام برم تو سرویس بهداشتی یا با پای چپم میخوام برم تو سرویس بهداشتی. سالمم، یکتاپرستم، تکیم به خداست. دونه دونه شماهایی که اینجا نشستید، من اگر ازتون بپرسم هنر دارید، یه کاری تو زندگیتون کردید، یه مهارتی دارید، یه سری موفقیت ها در گذشته داشتید، اما این ذهن لعنتی موفقیت های گذشته شما رو بی اهمیت جلوه میده. یعنی دختر خانوم یا آقا پسر سالهای زندگیشو گذاشته تا بره یه لیسانس بگیره، تا بره یه فوق لیسانس بگیره، میره لیسانس و فوق لیسانس رو میگیره، از 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعد لیسانس فوق لیسانس میگه همه دارن. چیه؟ دیگه با مدرک کار نمیدن به کسی. مدرک ها نامعتبر گذشت اون زمانی که سخت. یعنی ذهن شما دستاوردها، مهارتها، موفقیتها، کارهای مثبت شما، توانایی‌های شما، پتانسیل‌های شما را به سطل زباله تاریخ میندازه، در صورتی که یه روزی اون مهمترین کار زندگیت بوده، یه روزی اون خیلی مهم بوده. مرد و زن نداره، بزرگترین مشکل جهان سومی ها عدم خودباوریه. بزرگترین مشکل جهان سومی ها مرغ همسایه غازه است. مرغ همسایه است که غازه، مال ما غاز نیست. یعنی من به هیچ عنوان خودم رو باور ندارم، من توانایی‌هام رو باور ندارم. این از کجا میاد؟ از همون جایی که گفتم دارن از در و دیوار و آسمون و زمین احساس ناکافی بودن به من و شما منتقل میکنن. وگرنه همین بچهای ایران ما، خدا شاهده، خدا شاهده، همین دخترها میتونن در سطح بین المللی، در سطح زیبایی، در سطح نمیدونم آشپزی، در سطح چی میگم میکاپ، واقعا در سطح دنیا میتونن کارهای بزرگی بکنن. در سطح دنیا پسرهای ایرانی توی بحث ورزش میتونن کارهای بزرگی بکنن. یعنی شما اگر 2 فرمول خودتان را باور کردن و احساس کافی بودن را توأم با هم در مسیری که دارید رو به جلو میرید درون خودتون به وجود بیارید، باور کنید هیچ مانعی جلودار شما نیست. میلیارد چی هستن؟ میلیارد عدد خورد ذهن شما میشه. بابا من میشناسم آدمی که از روستای دور افتاده بلند شده اومده تو این تهران، با 19 سال سن به ما 1.5 میلیارد پول نمیگه پول. باورتون میشه به ما 1.5 میلیارد با 19 سال سن؟ من 19 سال سنم بود فصلا رو به ترتیب نمیدونستم. بعد الان خانومه 30 سالشه، آقای 30 سالشه، 25 سالشه، 35 سالشه. کوه بهونه است، اقیانوس بهونه است. اگر میخواهید به جایگاهی که برای شما در این دنیا کنار گذاشته شده، به جایگاهی که لیاقتش را دارید برسید، باید خودتون رو باور کنید، باید خودتون رو باور کنید و دست از احساس ناکافی بودن بردارید، حرکت کنید جلو. چطوری؟ به من چه، به تو چه؟ تو خود پای در راه نه و هی چطوری آخه اینطوری، آخه اونطوری، آخه اما اگر ولی از دایره لغاتت هست کن دورت بگردم خواهر من، پاشو حرکتی برای بچت بکن.
پاشو یه حرکتی برای پدر مادرت بکن، پاشو یه حرکتی برای زندگیت بکن. بابا اون ور دنیا یارو داره غذا میخوره قاشقی $25,000، اون طرف دنیا یارو بچه‌شو میفرسته بهترین مدرسه، بهترین لباسا، بهترین آکادمی فوتبال، میره ساز یاد میگیره، خوانندگی یاد میگیره، بهترین رفیقا، نمیدونم زنش میگه 3 بار تا فرانسه میبرتش میارتش، نمیدونم دستش جلو مردش دراز نیست، خودش میخوام میره تو نمیدونم بلنسیاگا 4 تا کیف برمی داره میاد خونه، کتاب میخونه، خوانندگی کار میکنه، نوازندگی کار میکنه، زندگی داره میکنه، زندگی میکنه، زنده نیست. زنده که هممون زنده ایم تا روزی که اجل ما فرا برسد. آقا زندگی کردن یعنی رشد کردن. انا لله و انا الیه راجعون مرگی نیست اصلا، به معنی مرگ نیست. رجعه متضاد ردده است. رجعه به معنی رشد، پیشرفت، کمال و به سمت بالا رفتن است. باید رشد کنی. آقا شما به قهرمان‌های زندگی خودتان باید تبدیل شوید.